تو شبی که بارسلونا در مقابل بنفیکا ایستاد، در قلب این نبرد داستانی نوشته شد که هواداره بارسا سالها انتظار آن را داشتند. بارسلونا در دالوز هنوز در حال شکل دادن به بازیش بود که کوبارسی اخراج شد و بنفیکا همچون گرگی گرسنه به سمت دروازه بارسا بیرحمانه حمله میکرد. شزنی، دروازه‌بانی که بارسا سالها در پی پیدا کردنش بود، بالاخره آمد. او همان قهرمان فراموش‌شده‌ای بود که بارسا برای مدت‌ها به اون نیاز داشت. کسی که در لحظات سرنوشت‌ساز دروازه‌اش را مثل قلعه شکست‌ناپذیر حفظ کند و تیم را نجات دهد. این شب نه تنها پیروزی بود، بلکه بازگشت بارسا به عظمتش در دروازه بود. شب‌هایی که تیم به دروازه‌بانی نیاز داشت تا جونش را برای پیروزی فدای تیم کند، حالا به پایان رسیده است. در آخر شزنی جایزه بهترین بازیکن زمین رو به پدری داد و جایزه خودش رو از طرفدارانش گرفت. 500 عدد سیگار